بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. شما شنونده بریده ای از رمان دختران تالی با قلم گران سنگ استاد سیامک روی با خوانش سعیده سادات هستید. ده و دیار ما به جنت میماند، خوش هواست و آب زلال و گوارایی دارد. ماهی های سرخ و شیریش را از دور میبینی که در لابلای سنگ های لاجوردی و سبز و سفید بی خیال شنا میکنند و از باهمی لذت میبرند. پرنده های دیار ما هم رنگی و خوش صدااند. صبح وقت یکدیگر را با چهچه از خواب بیدار میکنند و با دمیدن آفتاب پر میزنند و از این باغ به آن باغ و از این باغچه به آن باغچه میبرند، میخوانند و نغمه سر میدهند. دره ما مست آب و علف و درخت است. تالی چشمه ها و آبشارهای فراوانی دارد که رگه رگه به هم میرسند و تگاب خروشانی میسازند. دختران تالی موهای درازی دارند و زلفان پیچ در پیچی. آنها وقتی به 7 سالگی میرسند همه خامکدوز میشوند، میخوانند و میدوزند. همه با دوختن و پختن بزرگ میشوند و همین که بزرگ شدند و به بلوغی رسیدند عاشق میشوند. عاشق پسر بچه های آفتاب سوخته‌ای که عرقچین کجی بر سر می‌گذارند و به دنبال بز و گوسفند می‌دوند و یا بر سر بلندی‌ها و تپه‌ها نی می‌زنند و دل می‌برند.